زدی به من بگو چون من نمیبینم. الان داره ضبط میشه، میتونی. اوکی، پس اولا که با سلام دوباره خدمت دوستان، هر کسی که الان جوین شدین بچه‌ها یا کسی که ویدیو رو بعدم میبینید، مرسی که وقت میذارید ما رو نگاه میکنید. قضیه این هفته قرار شد که با بچه‌ها صحبت کردیم راجع به سکیوریتی صحبت بکنیم. حالا من با یه مقدمه‌ای به عنوان اوورال سکیوریتی میخوام بگم. حالا شاید خیلی هم دیوآپسی نباشه، ولی یه بحثیه که خیلی مهمه و تقریبا همه باید ازش اطلاع داشته باشن. تقریبا یه نمایی از سکیوریتی رو بهتون ارائه بکنم، چیزی که تو ذهن خودم هست. حالا شاید خیلی ایرادا داشته باشه چون ما دیوآپسیم، این سکیوریتی چیزمون نیستش، فیلد تخصصیمون نیست، ولی ممکنه خیلی ایرادا داشته باشه دیگه، اونو به نوبه خودتون ببخشید. بحث سکیوریتی من میخوام اونجایی شروع بکنم که اصلا ببینیم امنیت یا سکیوریتی در بحث کلی چه اجزایی داره و چه کامپوننت های، چه اجزایی، چه نکاتی داره که باید بهش توجه بشه. بخش اول و آخر سکیوریتی تو هر دوره هایی که من گذروندم گفتن که بحث پیپل، یعنی پیپل یا همون افراد، یعنی افرادی که در یک مجموعه هستن یا در یک شرکتی هستن، به حرف اول آخر تو سکیوریتی اونا میزنن. حالا یه سری اجزای دیگه هم داره، مثلا پروسس ها اگه بخوام یه توضیح کوچیک به راجبش بدم، اون قوانینی هستن که شما توی اون مجموعه یا شرکتتون تعریف میکنید. خب مثلا به عنوان مثال، حالا ما مثلا طبق تجربه‌ای که داریم، مثلا میخواید شما یه ریلیز انجام بدید، یه ورژن جدید اپلیکیشنتون رو میخواید ریلیز کنید روی پروداکشن، یه سری قوانین اینجا سفت و سخت اگه نسبت به سکیوریتی داشته باشین، همه سکیوریتی پوینت ها قبل از اینکه ریلیز انجام بشه چک میشه. یا مثلا من شرکت قبلی یه کنترل پروسس داشتیم که هر ریلیزی میخواست انجام بشه باید اون پروسس رو طی بکنه، مثلا چند تا استپ داشت. مثلا یه فرمی داشتیم که مثلا پر بکنید که آقا اصلا این ریلیز چی هست، مثلا داره یه فیچر اضافه میکنی، داره یه باگی رو فیکس میکنی، بعد اون فرم رو پر کردی میفرستادی به مثلا به مدیرت با 4 نفر دیگه که اونا چک بکنن، بعد اونا باید ساین آف میکردن، یعنی باید تایید میکردن که ریلیز میتونه مثلا انجام بشه و باید ساعت مثلا ریلیز رو باید اعلام میکردی، چه تاریخی چه ساعتی میخواین ریلیز انجام بشه، بعد توسط کی میخواد انجام بشه، ایمپکتی که داره روی بیزینس چی هستش، اگر مثلا فیل اوور چی، اگه یه چیزی اشتباه بشه درست کار نکنه چجوری میخوای برگردونیش، مثلا میخوای ریورت بک بکنیش. یا خلاصه یه پروسه خیلی سفت و سختی داشتش که این کنترل پروسه باید انجام میشد که حالا مثلا بتونی یه ریلیز انجام بدی. یا یه سری قوانین دیگه هستش که حالا راجع به سکیوریتی تو هر شرکت یا مجموعه‌ای میتونن بذارن، ولی باز در نهایت شما هر قانون سفت و سخت و پروسسی هم بذاری باز توسط کی باید اجرا بشه؟ توسط پیپل یا همون افرادی که اونجا هستن. یه قسمت دیگه سکیوریتی تکنولوژی هست. خب تکنولوژی به شما کمک میکنه که بتونی امنیت سیستمت رو، امنیت جایی که هستی رو ببری بالاتر. مثلا تو همین وبیناری که همین امروز مثلا بعد از ارائه من مثلا سعید میاد راجع به authentication تو کوبرنتیس صحبت میکنه، یا احمد علی راجع به سیکرت منیجمنت صحبت میکنه. اینا همه بحث تکنولوژی هست. حالا تو وبینارهای بعدی ما بیشتر راجع به این تکنولوژی صحبت میکنیم که تکنولوژی و ابزارهایی که داریم چجوری میتونیم استفاده بکنیم که این امنیت رو توی سیستممون ببریم بالاتر. ولی باز شما هر چقدر
تکنولوژی پیچیده استفاده بکنی و بهترین ابزارها رو به کار بگیری، باز این افراد هستن که میتونن برای شما سکیوریتیتون رو به خطر بندازن. یه مثال ساده مثلا من بخوام بزنم که همین چند وقت پیش هم اتفاق افتاد، از من شنیدید که دوربینای زندان اوین هک شد. خب این دوربینات اگه شما بهش توجه بکنین، دوربینا یه سیستم آفلاینه، یعنی یه سیستم آنلاین نیستش که یه نفر از بیرون بشینه مثلا اینو هک بکنه. خب شاید هم سکیوریتی خیلی قوی و خیلی محکمی هم داشته باشه، درسته؟ ولی اگه شما بتونید توسط پیپل، یعنی اون هکر، توسط یه فرد نفوذی، یه نفری که بفرستید تو و بتونید اکسس به اون دیتابیس مثلا اون دوربینا رو داشته باشه، راحت میتونه که این تکنولوژی و پروسس رو بذاره زیر پاش و راحت با دسترسی با یه نفوذ بتونه این اطلاعاتی که میخواد رو به دست بیاره و سکیوریتی شما رو بشکنه. پس این پیپل به نظر من و به نظر خیلی ها که دارن سکیوریتی کار میکنن، حرف اول آخر رو افراد یا اون کارمندان که حالا در سطح شرکتی صحبت بکنیم، اون کارمندا هستن که حرف اول آخر رو میزنن. حالا البته سکیوریتی حالا لیول‌های مختلف داره دیگه. حالا قطعا شما سریال گاندو رو نگاه کردید، درسته؟ خیلی ها نگاه کردن، لذت بردن و واقعا به نظر من شاهکار بود این سریال. و کلا اگه به همین سریال نگاه بکنین، ببینید هدف اصلی این سریال چی بوده. حالا به غیر از هدفهایی که یه سری حرف دل مردم بوده راجع به دولت قبلی زده شده، یه سری کدگذاری‌ها بوده که به سرویس‌های امنیتی خارجی داده شده تو این سریال، ولی هدف اصلی آگاهی دادن به مردم، یعنی بالا بردن سطح آگاهی مردم در مورد امنیت و سکیوریتی. حالا تو سریال خیلی مسائل پیش اومده که همون مثل یک کلاس درسیه که واسه مردم داره ارائه میشه در قالب یه سریال و یه قصه، ولی اون تو ناخودآگاه همه افراد میگنجه و مردم ازش درس میگیرن که اگه یه همچین اتفاقی مثلا تو زندگی خودشون افتاد چجوری باهاش برخورد بکنن. حالا یه سطح بیایم پایین‌تر، حالا اون سطح مثلا در سطح ملی، در سطح امنیت ملی تعریف میشد. یه سطح بیایم پایین‌تر، بیایم تو سطح تجاری. تو سطح تجاری هم اینجا امنیت و سکیوریتی خیلی مهمه. حالا اهمیت سکیوریتی در سطح تجاری رو من بخوام یه ذره بازش بکنم، در سطح تجاری و شرکت ها سکیوریتی به اون شرکت یا اون بیزینس اعتبار میده. یعنی شما هر چقدر سطح امنیت سیستمتون قوی تر باشه، اون شرکتی که توش کار میکنه یا اون بیزینسی که دارید اعتبارش میره بالاتر. به عنوان مثلا یه وبسایتی هستش که مثلا یه فروشگاه اینترنتیه. خب خیلی ازش خرید میکنن، بعد مثلا یه دفعه مثلا توی اخبار یا مثلا یکی از دوستاتون بگه که فلان وبسایت مثلا هک شده، اطلاعات همه افرادی که تو اون سایت بودن لو رفته، مثلا هکر اطلاعات رو گذاشته روی اینترنت فلان اینا. خب اون وبسایت یا اون فروشگاه اینترنتی اعتبارش رو از دست میده. یعنی کسایی که میخوان جدید برن مثلا اونجا خرید کنن، دیگه این میره تو ذهنشون که آقا این سایت قبلا هک شده، ممکنه اطلاعات ما هم چیز بشه، لو بره یا اصلا قابل اطمینان نیست. خب این شرکت از اون شرکتی که پشت این مثلا وبسایت فروش آنلاین بوده قطعا ضربه میخوره و اعتبارش میره زیر سوال و از بین میره. یا مثلا یه مثال دیگه راجع به آیفون بزنم. چند سال پیش یه خبری اومد راجع به آیفون بیرون که FBI حالا اونجوری که
دقیقش یادم نیست، ولی این خبره اینجوری بود که FBI چند تا مجرم رو گرفته بود، بعد گوشی اینا آیفون بود، بعد به اپل گفته بود که من اطلاعات اینا رو میخوام از این آیفون ها بکشم. به اپل گفته بود نه، من اطلاعات شخصی کاربرامو حتی اگرم مجرم باشه من به FBI نمیدم. خب این خیلی سر و صدا کرد که آیفون چه سکیوریتی داره، چه امنیت، چقدر اهمیت قائله برای مثلا اطلاعات کاربراش، و همین اعتبار شد واسه آیفون. یعنی یه چیز، یعنی که همین در حد یه سکیوریتی، در حد اینکه شما برای اطلاعات کاربرات اهمیت قائل بشی، یه اعتبار بزرگی شد برای آیفون. یا مثلا دیگه اینجا یه چیزای دیگه نوشتم. یا مثلا شما یه مثال دیگه بزنم راجع به اهمیت سکیوریتی. شما دو تا شرکت رو در نظر بگیرید که اینا با هم رقابت دارن. خب حالا ما خودمون به رقابت سالم اعتقاد داریم، ولی خب همه مثل ما فکر نمی‌کنن. بعضیا به رقابت ناسالم هم اعتقاد دارن، یا رقابت با هر قیمتی. یه مناقصه رو در نظر بگیرید، مثلا یه شرکت بزرگی یا مثلا یه سازمان دولتی مناقصه گذاشته، میخواد یه پروژه‌ای رو واگذار کنه به چند تا شرکت یا به یک شرکت، ولی چند تا شرکت در این مناقصه شرکت کردن، حالا 10 تا 5 تا 6 تا چند تا. در نهایت این کارفرما میرسه مثلا بین دو تا شرکت که کارشون درسته شک داره، مثلا میگه که شرکت A هست و شرکت B، به کدوم این کار رو واگذار بکنم به این پروژه. خب این دو تا شرکت A و B با هم رقیبن دیگه. اگه شرکت B یه ذره نامرد باشه به قول خودمون و بخواد ضربه بزنه به شرکت A و این پروژه رو از دستش در بیاره، ممکنه مثلا هکرایی داشته باشه یا اصلا به هکری استخدام بکنه که اصلا سیستم مثلا شرکت A رو بیاره پایین. یا حالا تو سکیوریتی بهش میگن DOS Denial of Service، یا بحث DDoS هم هست Distributed Denial of Service. فقط سیستم طرف رو مثلا برای 1-2 ساعت بیاره پایین. خب حالا تو این مناقصه که هستن، دوستان اگه میشه میکروفونتون رو میوت کنید ممنون میشه. تو این مناقصه که حالا هستن، اگه شرکت A سکیوریتیش بره زیر سوال، جواب از سیستماش 2 ساعت داون شده. بچه ها اگه میشه میوت بکنید ممنون میشه. خب تو این مناقصه شرکت A که سیستمش حتی در اندازه مثلا 1 ساعت 2 ساعت داون شده، سکیوریتیش میره زیر سوال، اعتبارش میره زیر سوال و ممکنه اون مناقصه رو به صورت خیلی نامردانه از دست بده. پس اینجا باز بحث سکیوریتی خیلی اهمیتش مطرح میشه. حالا یه چیزی که یه جمله معروفی هستش که خیلی جا من دیدم، میگن که security is a journey not a destination. یعنی امنیت یک مسیره و مقصد نیست. یعنی امنیت میتونه یک مسیری باشه که شما هیچ وقت به مقصد نمیرسی. یعنی معنیش چی میشه؟ یعنی اینکه شما هیچ وقت نمیتونی ادعا بکنی که آقا سیستم من 100% امنه. یعنی هیچ کس نیست که همچین ادعایی رو بکنی که دیگه هیچ وقت نمیشه هکش کرد یا هیچ وقت نمیشه درش نفوذ کرد، ولی همیشه یه درجه‌ای از سکیوریتی بالا پایین میشه. یه مثال خیلی ساده بخوام بزنم، مثلا فرض کنید که شما یه ماشین دارید، حالا ماشینتون رو مثلا کنار خیابون پارک کردید، ممکنه که حالا دزد بیاد ماشین رو ببره، درسته؟ امکانش هست. شما میتونید در ماشین رو همینجور وا بذارید برید، یا قفل کنید، یا 4 تا قفل فرمون و اینا هم بهش بزنید. خب ولی یه نفر میاد به شما میگه آقا
دزد اگه این کاره باشه 1000 جورم قفل بزنید میاد ماشین رو میبره و حرف کاملا هم درسته. یعنی دزد اگه واقعا این کاره باشه و کارشو بلد باشه بدونه چجوری قفلا رو وا بکنه، شما 20 تا قفلم بزنید ماشینتون رو میبره. ولی این تو همین جمله یه چیزی نهفته است، میگه اگر این کاره باشه. این خیلی مهمه. حالا چند درصد از دزدا هستن که واقعا این کاره هستن؟ اکثر دزدا یا اکثر هکرها واقعا در اون حد نیستن. مثلا در حد اینن که فقط دنبال تارگت های ساده میگردن که بتونن راحت یه چیزی رو هک بکنن. خیلی واقعا این کاره نیستن. یعنی درصد اونایی که واقعا خیلی حرفه‌ای هستن درصدش پایینه. خب حالا یکی بگه چون دزد هر جور که من قفل کنم میاد ماشین رو میبره، پس من کلا ماشین رو ول کنم دیگه، اصلا نه قفلی بزنم نه هیچی. باز اینم اشتباهه. شما باید همیشه در یه سطح معقول از سکیوریتی و امنیت اون سیستمی که دارید، حالا مثلا الان مثال ماشینه، یه ماشینتون باید در یه سطح معمول و حتی هر چقدر بتونید سکیوریتیشو ببرید بالاتر، این به نفع شماست. باز حتی اگر یک دزد حرفه‌ای هم به شما بزنه که اصلا این کاره است، شما اگه 20 تا قفل داشته باشین و خیلی واسش هم وقت میبره که بخواد این 20 تا قفل رو باز بکنه، هم اون تلاش مضاعف واسه دزده است، دردسر بیشتر واسه دزده است. و در این مدت زمانی که حالا داره کلنجار میره که مثلا 10 تا قفل ماشین شما رو باز کنه، ممکنه یه نفر سر برسه ببینه یکی داره یه کاری میکنه ماشین شما، یا مثلا یه اتفاقی بیفته که دزده مثلا بذاره بره بیخیال شه. توی بحث امنیت حالا تو شبکه و دیوابس یا هر سیستمی باز این هم همینه. یعنی شما هر چقدر سکیوریتی رو بتونید بالا ببرید، هرچی لایه‌های سکیوریتی رو زیادتر بکنید، دارید برای اون هکر کار بیشتری رو در میارید. یعنی اون هکر باید هزینه بیشتری بذاره، یعنی باید وقت بیشتری بذاره، تلاش بیشتری بکنه تا بتونه سیستم شما رو هک بکنه. کلا خواستم اینا رو توضیح بدم. باز یه نکته دیگه میگن که بعضی جا من مثلا شنیدم میگه خب مثلا سکیوریتی باید حتما طرف چیز باشه، تخصص سکیوریتی داشته باشه، یا مثلا میگن شرکت ما تیم سکیوریتی داره دیگه، اونا کار سکیوریتی انجام میدن دیگه، به من ربطی نداره. ولی سکیوریتی چیزی که همونجوری که گفتم افراد خیلی مهمه. یعنی کل افراد جامعه، کل افراد اون شرکت، از رئیس شرکت گرفته تا آبدارچی تا منشی، همه باید یعنی سکیوریتی بدونن. یعنی همه باید توجیه باشن در حد خودشون. حالا اونی که رئیس شرکت هست در یه مدل سکیوریتی باید آموزش دیده باشه، اونی که آبدارچی هست، اونی که منشی هستش یه سری دسترسی ها و ایمیل داره مثلا، باید در یه حد سکیوریتی بدونه. حالا اونی که دیوابس هست چی؟ اونی که دیوابس به نظر من خیلی باید بیشتر بدونه. یعنی شما به عنوان دیوابس یه سری اینفراستراکچرهای شرکت بهشون دسترسی دارید که میتونه خیلی حساس و مهم باشه. یعنی به عنوان دیوابس شما باید خیلی بیشتر از کارمندای معمولی سکیوریتی رو بلد باشید و آموزش دیده باشید. این الان این دغدغه من روی آموزشه. یعنی داشتم چک میکردم سایت هایی که تو ایران هستن، شرکت هایی که تو ایران هستن و کار سکیوریتی انجام میدن. همینجوری اینترنت سرچ کردم، هیچ کدوم این شرکت ها رو من نمیشناسم. همینجوری سرچ کردم، این سایت اومد بالا نوشته 8 تا شرکت امنیت اطلاعات مشهور و برتر ایران، 8 تا شرکت رو معرفی کرده. حالا همینجور اطلاعاتشون رو در حد این چیزایی که اینجا نوشته میخوندم، اکثرا دارن روی مثلا زیر ساختار، روی اون تکنولوژی
کار میکنن روی پلتفرم‌های مثلا سیکیور شده. شرکت خیلی زیادی پیدا نکردم که روی آموزش تکیه بکنه، یعنی آموزش خیلی مهمه. البته یه دونه پیدا کردم که اینه، من اینا رو نمیشناسم، هیچ کدوم اصلا نمیدونم کیان، ولی واقعا دمشون گرم. یعنی این از این شرکت‌ها به نظرم باید بیشتر بشه. کسایی که دارن کار دوره‌های آموزشی راجع به سکیوریتی برگزار میکنن. حالا ما که اینجا داریم کار میکنیم برامون دوره‌های آنلاین میذارن. خب دوره‌های آنلاین مثلا روی کورسرا هستش، روی سایت‌های آموزش‌های مختلف هستش و این دوره‌ها اجباریه. یعنی هر وقت من هر جا رفتم استخدام شدم گفتم اول باید این دوره سکیوریتی رو بگذرونی. باز شرکت‌های دیگه هستن که میان حالا قبل از اینکه کرونا شروع بشه میان برای شرکت‌های دیگه دوره‌های مثلا یه روزه، 2 روزه یا مثلا 3 روزه برگزار میکنن تو خود شرکت. با بعضیاشون خیلی تخصصی‌تر نسبت به اون رول کارمند، مثلا کارمند حسابداریه یا مثلا کارمند امور مالیه، خیلی تخصصی تر روی نسبت به اون شغلی که طرف داره. باز دوره‌های مختلفی دارن برگزار میکنن. به نظر من این نوع شرکت ها که بتونن آموزش بدن دوره‌های سکیوریتی رو برای همه کارمندا، خیلی الان نیازش به نظر من تو ایران دیده میشه. یا مثلا این شرکت هستش که واقعا دمشون گرم، سایتشون خیلی خوشم اومد، سایت خیلی قشنگ و شسته رفته‌ای دارن. یه سری نکاتی مثلا به عنوان پوستر اینجا آوردن، مثلا اینو مثلا نوشته که مثلا نوشته مثلا یوزر پسورداتون رو روی پیامک مثلا ندید، یا یه دونه یه چیز دیگه گذاشته بود. این مثلا خیلی مهمه، نوشته هک شدن فرایندی گام به گام است. امروز مهاجمان حملات و خرابکاری‌های خود را به صورت سناریویی انجام میدن تا از دید کاربران مسئولین شبکه مخفی بمانند. این خیلی خیلی مهمه. یعنی این چیزها رو همه باید بدونن که آقا مثلا تو لینکدین دیدید که پول میذارن یا یه فرم نظرسنجی میذارن، آقا از چه سیستمی استفاده میکنید، نمیدونم یه سری اطلاعات دارن راجع به سیستمی که شما کار میکنید دارن میگیرن. حالا شاید اون اطلاعات به نظر شما خیلی اصلا به درد کسی نخوره، حالا من بیام بگم، ولی همین جمله‌ای که اینجا نوشته هک شدن این فرآیند گام به گامه. یعنی اون هکر میاد یه سری اطلاعات کوچیک که به نظر شما خیلی بیخوده است و از شما میگیره، دوباره مثلا از یه ترفند دیگه یه سری اطلاعات از شما میگیره. خب اینا رو همه رو میذاره کنار هم طی یه مدت زمانی که این اطلاعات جمع کرده، و اون وقت میدونه که از کجا بتونه به شما نفوذ بکنه و اون سیستمی که شما دارید نفوذ میکنه. میگم این مدل آموزش‌ها خیلی باید به نظر بیشتر روش فوکوس بشه، روش کار بشه و انجام بشه. دیگه چی میخواستم بگم؟ دیگه تقریبا همین دیگه. چند دقیقه من وقت دارم؟ نگاه نکردم زمانو. فکر کنم تموم شد وقت دیگه. آره زیاد حرف زدم. آره تقریبا دقیقاً آره چیز خاص دیگه ای ندارم دیگه. فعلا حرفام همین بود راجع به overall security، یا یه دید کلی راجع به security داشته باشیم و اهمیتش، و همین که همه باید security رو بدونن، نه فقط DevOps، نه فقط تیم security. دیگه من حرفی ندارم و سعید جان اگه هستش. هستم. نه آخه
کلیپ اینستاگرام رو احتمالاً ندیده، به طرف تو ماشینا رو میبری چی رو میبری هر چی بذاری من میبرم. چیکار بکنی؟ این تو کاری نمیتونی بکنی، هر کاری کنی من میبرم. آره دقیقاً میگم دزدایی هستن که این کارن واقعا، یعنی شما 200 تا قفلم بزنی میبره، ولی خب خیلی نیستن، یعنی تعدادشون در اون حدی نیست. خب من فایل برات فرستادم، یه فایل برات فرستادم، زحمت چی باشه همین صحبت رو شروع کنی من شیر میکنم. خب سلام عرض میکنم خدمت همگی. قبل از اینکه موضوع رو شروع بکنم و بریم سراغ در مورد حالا اتنتیکیشن و اتوریزیشن در کوبرنتیس صحبت بکنیم، اینجا براتون یه لینکی رو میفرستم و این ریپوزیتوری که براتون ارسال میکنم رو جدید داریم روش کار میکنیم و چند وقت استارتش رو زدم، چند روزه دارم روش کار میکنم که بکنیمش مرجع کوبرنتیس و ماه آینده هم داخل خود کنفرانس CNCF میخوام این رو به اشتراک بذارم و حالا تا اون موقع احتمالاً کاملتر هم شده باشه. یه سری رفرنس ها رو داخلش مشخص کردم، توی کامنت براتون آدرسش رو فرستادم، گیت‌هاب خودمه و این ریپوزیتوریه که رفرنس کوبرنتیز قرار هست بشه. کل چیزایی که در مورد کوبرنتیز و ابزارهایی که وجود داره رو همه رو داخل یه مجموعه میخوام جمع آوری بکنم و هر کس که دوست داشته باشه میتونه داخل این ریپوزیتوری بیاد مشارکت بکنه و اون اطلاعاتی که داره رو قرار بده و بخشای مختلفی داره. حالا همینطوری دارم اون بخشای مختلفش رو و اون هیدرها و تاپیکایی که وجود داره رو قرار میدم که یه مجموعه کاملی بشه و بعدم در ادامه شروع بکنیم و توضیحات رو بذاریم. درچند که بخشی از حالا اون چیزایی که هست لینک دار شده و توضیحاتم خودم اضافه کردم و میتونید ببینید و نحوه کانتریبیوت کردن رو هم کامل توضیح دادم که چه شکله و میتونید استفاده بکنید. این از این. و اگر کسی دوست داره که توی حوزه کوبرنتیس توی مبحث داکیومنتیشن و حالا کانتنت کلابریشن کاری بکنه و هم به جامعه حالا افرادی که دنبال کوبرنتیس هستن کمک بکنه و هم برای رزومه خودش یه همچین حرکتی بزنه، میتونه توی این ریپوزیتوریه و توسعه این ریپوزیتوریه کمک بکنه و مزیتی هم که داره، میگم با تیم CNCF و بچه‌هایی که توی کوبرنتیس فعال هستن صحبت کردم که این ریپوزیتوری به یک جایی برسه که مطالب حالا مناسبی داشته باشه. سعی میکنم تا ماه آینده برسونمش که برای کنفرانس های آینده CNCF بشه معرفیش کرد که به صورت دیگه بین المللی حالا همه از وجودش باخبر بشن و بتونن ازش استفاده بکنن. خب بریم سراغ مبحث اتنتیکیشن و اتوریزیشن در کوبرنتیس و ببینیم که چه شکلی این اتفاق در کوبرنتیس داره میفته. خدمتتون که عرض شود ما در دنیای ورود به سیستم و زمانی که میخوایم بیایم وارد یک سیستم بشیم و کار رو انجام بدیم، خب به چند بخش مختلف این ورود ما و دسترسی پیدا کردن ما به سیستم تقسیم بندی میشه که دو تا از این تایتل های اصلیش یکیش اتنتیکیشنه و یکی دیگهش اتوریزیشنه و تعریفشون هم این شکله که اتنتیکیشن میگه چه کسی دسترسی به سیستم میتونه داشته باشه و اتوریزیشن میگه به کجا میتونه دسترسی داشته باشه و چه کاری انجام بده و عملا دو تا مقوله کاملا جدا از همن و سیستم ها و مکانیزم های متفاوتی هم اینا دارن و در دنیای کوبرنتیس هم ما لایه های متفاوتی برای انجام این کار داریم، یعنی حتی مودهای متفاوتی هم برای انجام این کار داریم. زمانی که کوبرنتیس از ورژن فکر میکنم 1.13 یا 1.15 الان تو ذهنم نیست، یکی از همین دوتا ورژن بود، اومد قابلیت رول بیس اکسس کنترل رو اضافه کرد به سیستم به این شیوهی که الان میبینیمش و شما میایید یه سری حالا آبجکت ها رو درست میکنید، از یه سمت کاربر میتونه لاگین انجام بده یعنی اتنتیکیت بشه با سیستم
که اون بخش اتنتیکیتش عملاً در بخش مدیریتی کوبرنتیز نمیگنجه و باید با سیستم های بیرونی اون رو هندلش بکنید. و از طرف دیگه هم خدمتتون که عرض شود بخش اتوریزیشنش هست که خود کوبرنتیز میاد به واسطه رول بیس اکسس کنترل برای ما، رول بیس اکسس کنترل میاد این کار رو برای ما انجام میده. یعنی میاد نقش ها رو چک میکنه ببینه کی چه نقشی داره و به چه اجزایی در این سیستم دسترسی داره. و اگر تو تصویرم نگاه بکنید اینجا مثل این میمونه که یه فردی میاد اون کارت شناساییش رو نشون میده و مشخص میکنه که این کی هستش. حالا که این مشخص شد همه ممکنه که گواهینامه داشته باشن. اگر گواهینامه مثلا رانندگی رو مثال بزنیم ممکنه که مثلا 1000 شخص بیان و این 1000 فرد گواهینامه رانندگی رو داشته باشن، یعنی اتنتیکیت بتونن بشن برای ورود به اون نقطه که میگن آقا هر کس میاد داخل مثلا فرض بکنید این مسابقه باید گواهینامه رانندگی داشته باشه. خب همه اونایی که میتونن بیان و گواهینامه دارن وارد اونجا میشن. بعد میان یه سری گیتا میذارن، میگن اگر شما مثلا توی گواهینامت اومده باشه گفته باشه پایه 3 هستی، یعنی نقش پایه 3، یعنی نقش راننده پایه 3 رو میتونی اجرا بکنی، میتونی بری با این ماشینا رانندگی بکنی. و اگر مثلا تو پایه 2 بودی میتونی این ماشینای بیشتر رو رانندگی بکنی. شدی پایه 1 میتونی این ماشینای بیشتر، یا نمیدونم اگر اون گواهینامه ویژه‌ای هست میتونی به اون ماشینالات خاص دسترسی پیدا بکنی و اونا رو رانندگی بکنی. توی این سیستم هم دقیقاً همین شکلیه. یعنی یک بخش وجود داره که شما مثل گواهینامه تحویل اون افراد میدید که میتونن به سیستم متصل بشن. این تا اینجای داستانشه. و بعد که متصل شدن میاد چک میکنه ببینید نقشه اینا در این سیستم چیه و این نقشه به کدوم قسمت‌های سیستم میتونه متصل بشه، که در قسمت اول داستان بود اتنتیکیشنش هست و در قسمت دوم داستان خدمتتون که عرض شود بخش اتوریزیشنش وجود داره. یعنی شما میتونید بیاد بگید کی میتونه چی کار بکنه، کی چه نقشی داره و اون نقشه چه فرآیندی رو میتونه دنبال بکنه. حالا در دنیای کوبرنتیز وقتی میریم نگاه میکنیم میبینیم که عملاً ما اومدیم این سیستم رو تقسیمش کردیم به 3 بخش اصلی. یعنی وقتی میایم نگاه میکنیم به این سیستم رول بیس اکسس کنترل، حالا من در مورد وب هوک و دیگه خدمتتون که از شود اتریبیوت بیس اکسس کنترلر رو، یعنی اون ایبک و اینا که قدیمی تر بودن یا متداول نیستن صحبتی نمیکنم چون خیلی روش‌های متنوعی وجود داره. اینجا بیشتر حالا در مورد رول بیس اکسس کنترلش میخوام صحبت بکنم. وارد که میشیم و نگاه میکنیم فرض کنیم که کاربر وارد شده. حالا این که چه شکلی خودش رو اتنتیکیت کرده جلوتر بررسیش میکنیم. میام ببینیم که تو کوبرنتیز اول چجوری این داره مدیریت میشه، بعد ببینیم چجوری به بیرون متصل میشه که بتونه اون اتنتیکیتر رو شناسایی بکنه و بگه که آره این لوگین کرده. حالا که لوگین کرده بیایم بریم ببینیم کوبرنتیز چه رولی رو برای این فراهم کرده و اون ادمین سیستم چه رولی به این کاربر داده یا حالا اون سیستم داده یا اون گروه داره. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ما اینجا علی زحمت میکشی بری یه اسلاید جلوتر، میبینیم که اینجا ما سابجکت، ریسورس ها و آپریشن ها رو داریم که سابجکت میشه اون شخص یا اون حالا موجودیتی که داخل این سیستم داره وارد شده، لاگین کرده و میخواد کارش رو انجام بده. که این سابجکت ما یعنی اون عملاً فاعل ما در اینجا یا یه فرد یا انسانه و یا مثلا یه گروه کاربری خاصه یا یه دونه سرویس اکانت اصطلاحاً. که حالا اینا رو که نگاه میکنیم یعنی 3 دسته ما عملا سابجکت داخل این بخش داریم: یوزرها، گروهها و سرویس اکانت ها، که اینجا استش رو بهش میگن کلاینت اصطلاحاً. یعنی در دنیای ماکرو سرویس وقتی ما میگیم کلاینت الزاماً یه انسان نیست.
کلاینت میتونه یه انسان باشه، میتونه یک مجموعه از انسان‌ها که تو گروه کاربری باشن، ادمین سیستم باشه، یه ماکرو سرویس دیگه باشه، یه یوزر دیگه ای باشه که عملاً انسان نیست، مثل همین سرویس اکانتی که اینجا تو کوبرنتیز داریم، یعنی برای انسانی ساخته نشده، برای دسترسی به یک سیستم توسط یه سرویسی ساخته شده و عملاً همه اینا میاد میشه کلاینت در دنیای ماکرو سرویس، یعنی فقط انسان نیست. توی دنیای ماکرو سرویس وقتی واژه ممبر یا کاستومر رو استفاده میکنن یعنی اون یوزر نهایی که یک فرد هست، و یعنی وقتی میگن کلاینت یعنی کل اون موجودیت هایی که میتونه به سیستم متصل بشه. اینجا هم سابجکت همین رو داره اشاره میکنه که این سابجکت میتونه گروه باشه، میتونه یوزر حالا عادی باشه، یا میتونه سرویس اکانت باشه که این سرویس اکانت معمولا تو خود دنیای کوبرنتیس کاربرد داره برای اتصال برنامه به API سرور کوبرنتیس. و در نهایت ریسورس رو داریم که مجموعه اون ریسورس ها رو مشخص میکنه. خب در دنیای کوبرنتیز ما همه چیز رو با ریسورس ها میبینیم و همه چی تقسیم شده به ریسورس های مختلف، مثلا پادا، مثلا دیپلویمنت ها، استیتفول ستا، نودا، نیم اسپیس ها، همه اینا ریسورس های ما هستن داخل دنیای کوبرنتیس. و اینجا میاد این ریسورس رو هم مشخص میکنه، میگه آقا این ریسورسه. حالا این ریسورس ها با توجه به اینی که ما داریم از یک سیستم رست استفاده میکنیم، خب ورب های متفاوتی روی این بخش وجود داره. یعنی وقتی کاربر از سمت کلاینت میخواد یک درخواستی رو به سمت API سرور بفرسته، عملا داره با رست این رو ارسال میکنه و این رست که داره ارسال میشه روی پروتکل HTTP داره ارسال میشه و یک وربی رو داره ارسال میکنه. این ورب مثلا میتونه، حالا این وربی که میگیم عملا اون متد هایی که ما تو HTTP داریم ازش استفاده میکنیم، مثلا get و post و patch و نمیدونم delete و put و از اینجور چیزا، به اضافه یه مش وربی هم که خود کوبرنتیس اومده سینونیم درست کرده. یعنی مثلا گفته آقا واچ رو نگاه میکنی، عملا همون گته، اون پشتش داره گت ارسال میشه، ولی برای اینکه یه خورده خانایی داستان بره بالا، اومده مثلا یه اسم واچ بهش داد، یا مثلا آپدیت با پوت یکیه، عملا اون پشت داره متد پوت رو صدا میزنه، یا مثلا کرییت همون متد پست رو داره صدا میزنه که شما میتونید داخل اون بخش وربتون حالا هر کدوم رو دلت خواست بذاری، یا بذاری پست یا بنویسی کرییت، جفتش یه کارو برات میکنه. فقط برای خانایی بیشتر اومده یه سری سینونیم هم اضافه کرده که حالا جمع اینو که نگاه بکنیم، میگه اون فاعل، اون کسی که سابجکت بود، رو چه ریسورسی چه کاری رو میتونه انجام بده و در نهایت اون کار برای اون کاربر میتونه باز بشه. و زمانی که شما میاید توی این سیستم آربک عملا سیستم رو فعال میکنید و انیبلش میکنید، اتفاقی که میفته بای دیفالت همه چیز دینای هست. یعنی کاربری که الان اتنتیکیت کرده و به API کوبرنتیز متصل شده، بای دیفالت هیچ دسترسی نداره و هیچ چیزو نمیتونه ببینه سیستم، مگر اینکه بهش از قبل دسترسی داده باشن، مثلا گفته باشن که همه کاربرا بتونن، حالا کسی که اتنتیکیت کرده مثلا به فلان چیزا دسترسی پیدا کنه. ولی اگر شما سیستم رو آف کنید بیارید بالا، هیچ رولی در این سیستم تعریف نکرده باشید، بای دیفالت همه چی دینای هست. و شما زمانی که میاد یک نقشه جدید درست میکنید یا یک ریسورس عملا رول درست میکنید، داخل اون ریسورس عملا میاید اون کارهای لازمتون رو انجام میدید و میاید میگید که آقا این روله برای یه همچین هدفی، حالا با این ریسورس ها، با این آپریشن ها و اینجور چیزا، و بعدم میاد عملا بایندش میکنید، میچسبونیدش به اون سابجکت مورد نظرتون و کار رو پیش میبرید جلو. پس این سه مجموعه که میگیم سابجکت و ریسورس و آپریشن در کنار هم معنای این رو پیدا میکنید که کسی که الان وارد سیستم شده و لاگین کرده میتونه به چه چیزی دسترسی پیدا کنه، و وقتی شما رولش رو تعریف می‌کنی عملاً داری دسترسی رو باز می‌کنی، چون بای دیفالت دسترسی نداره. این پس از این قسمت بریم یه اسلاید جلوتر، یه دونه دیگه هم بریم. نه همین که رول ورسز بایندینگ بود.
آره اینجا. خب حالا میگه تفاوت رول با بایندینگ چیه؟ چون در دنیای کوبرنتیز شما رول رو نمیسازی همون موقع بدیش به یه یوزر، چون یه جوری سیستم دیزاین شده که بتونه اینا ریپیوتبل باشه، یعنی تکرار پذیر باشه عملا، و شما نخواهید برای هر کاربر هی بری بشین رول بسازی، بری رول درست بکنی بعد این رول رو به هر کس دلت خواست بدی. پایین هم نوشته شده که آقا رول مجموعه ای از رول ها رو داره که میاد پرمیژن ها رو مشخص میکنه و این رولی که شما درست میکنی که حالا یه مش رول داخلشه که گفتیم همون شامل ریسورس ها و آپریشن های روش میشه که آقا این روله هر کس نقشه این روله رو بگیره میتونه به این ریسورس ها و با این آپریشن ها دسترسی پیدا بکنه. بایندینگ میاد چیکار میکنه؟ عملاً اون رول رو اساین میکنه به یک کاربر یا اساینش میکنه به یک مصرف کننده سیستم. حالا گفتیم یک کلاینت که اون کلاینت یا سرویس اکانتیه، گروپیه، یوزریه، حالا هر چیزی که داخل سیستم هستش. و در دنیای کوبرنتیز ما دو دسته از این ماهیت داریم، اون رول و رول بایندینگی که برای ریسورس های نیم اسپیسی استفاده میشه و کلاستر رول و کلاستر رول بایندینگی که برای اون کلاستر واید ریسورس ها یا اونایی که نیم اسپیسی نیستند استفاده میشه. شما وقتی می‌نویسید kubectl API resources و ریسورس هایی که الان توی کوبرنتیزتون موجود هست رو میبینید، یه بخشیش داخل اون جدولی که براتون میاره نوشته نیم اسپیس، بعد زیرش ترو فالس اینجور چیزا زده. اونایی که ترو هستن یعنی نیم اسپیسشون تروه، اصطلاحشون میگن اینا نیم اسپیسی هستن و وقتی که نیم اسپیسی هستن داخل مجموعه قرار میگیرن که با رول و رول بایندینگ مدیریت میشن و اونایی که نیم اسپیسشون فالس هست یعنی محدود به نیم اسپیس نیستن، اونا با کلاستر رول و کلاستر رول بایندینگ مدیریت میشن. به عنوان مثال اگر بخوایم بگیم مثلا موجودیت پاد، اون ریسورس پاد وقتی جلوش رو نگاه میکنید ترو هست یعنی نیم اسپیسیه و شما برای اینکه بخواید به کاربرتون رولی رو اساین بکنید که به این پاد دسترسی پیدا بکنه یا به مجموعه پادها در نیم اسپیس خودش دسترسی پیدا بکنه، میرید رول و رول بایندینگ درست بکنید. ولی برای مثلا یه چیزی مثلا فرض بکنید پرسیستنت والیوم PV یا مثلا استوریج کلاس یا مثلا فرض کنید اینگرس کلاس یا مثلا ران تایم کلاس، اینجور چیزا که نگاه میکنید جلوش نوشته اون نیم اسپیسش فالس، اینا کلاستر واید هستن اصطلاحاً و اینا رولشون و در نهایت اون رولایی که داخلش قرار میگیره با کلاستر رول و کلاستر رول بایندینگ مدیریت میشه. پس این تقسیم بندی رو هم اومده انجام داده برای اونایی که کلاستر وایدن و برای اونایی که عملاً توی نیم اسپیس ها محدود میشن، مثل پاد و دیپلویمنت و نمیدونم دیمان ست و استیتفول ست و دیگه چیزهای دیگه این شکل، ریپلیکا ست و پرسیستنت والیوم کلیم و سرویس و اینجور چیزا، اینا نیم اسپیسی هستن و توی نیم اسپیس ها محدود شدن. ولی اون بقیه چیزایی که فالس زده جلوش و نمونه‌اش هم چند تا رو گفتم، اونا با کلاستر رول و کلاستر رول بایندینگ مدیریت میشن. حالا تو این تصویره که نگاه میکنید اگزمپلش رو هم ببینید که کامل و مشخصه، هم رول رو آوردیم و هم کلاستر رول رو آوردیم، ظاهرا شبیه به همن ولی اون تأثیری که تو سیستم میذارن جاش متفاوته، یعنی ریسورس هایی که تحت تأثیر قرار میده جاش متفاوته و سطح و اسکوپش متفاوت میشه اصطلاحاً. که نگاه که بکنید API ورژن شده rback.authorization.khs.io ورژن 1، این ور کایند شده رول، اون ور شده کلاستر رول. بعد این سمت اومده توی بخش متا دیتاش نیم اسپیس گذاشته برای رول، به خاطر اینکه گفتیم این رول مخصوص اون چیزایی هستش که توی نیم اسپیس قرار میگیرن و نیم اسپیس هستن. ولی اون سمت اومده گفته نیم اسپیس رو گذاشته ولی براتون اومده
کامنتش کرده و گفته که آقا تو کلاستر رول وقتی تو داری اساین میکنی دیگه نیم اسپیس معنایی نداره عملا و تو هر چیزی رو این تو اومدی الو کردی به کل اون کلاستر داری عملا الوش میکنی. حالا اون کاربری که اساین میشه به این رول عملا یا بایند میشه به این رول به کل اون ریسورس های از این جنس با اون وب ها در تمامی نیم اسپیس ها دسترسی پیدا میکنه. به عنوان مثال تو همین تصویر که بخوایم نگاه بکنیم اون رول سمت حالا رول عادیه که رول نیم اسپیس هستش اسمشو گذاشته پاد ریدر، یعنی کسی که میتونه پادا رو ببینه و چه ریسورس هایی رو بهش دسترسی داده. گفته که آقا میتونه جمع پادها رو ببینه، یعنی میتونه ریسورس های پاد رو ببینه. خب وقتی گفته اسمش پاد ریدر هست یعنی فقط میتونه بخونه دیگه، لیست بکنه ببینه چیا داریم، نمیتونه بسازه. برای همینم نگاه بکنید اومده گفته گت و واچ و لیست رو میخوام بتونه انجام بده. این وسط شما کرییت و آپدیت و نمیدونم پچ و فلان چیزا رو نمیبینید و عملا اگر یه کاربری بود و ما این رول پاد ریدر رو بهش ارائه میکردیم میتونست در نیم اسپیس NS1 پادها رو فقط ببینه، هیچ چیز دیگه رو نمیتونست ببینه بر اساس این رولی که اینجا وجود داره. و در سمت راست که نگاه بکنید یک کلاستر رولی ایجاد شده به اسم سیکرت ریدر و ریسورسش چی بوده؟ سیکرت ها بودن. چی کار میتونسته بکنه؟ گت واچ و لیست. و این چه کار انجام میده؟ اگر کاربری یه همچین رولی رو بگیره به خودش و اساین بشه به این روله میتونه تمامی سیکرت های درون کلاستر شما رو ببینه و اصلا اهمیت نداره دیگه نیم اسپیس، میتونه به همه چی دسترسی پیدا کنه و عملا تو هر نیم اسپیسی هست سیکرت ها رو ببینه، حتی اگر مال کاربرای دیگه باشه، چون شما دارید کلاستر واید بهش این دسترسی رو میدید. پس این سمت راستیه که کلاستر رول هستش یه خورده خطرناکه، یعنی باید حواستون باشه اشتباهی دسترسی رو ندید به کسی که کل کلاستر رو یهویی ببینه. از این اتفاقا هم تا دلتون بخواد میفته، یعنی حواستون نیست مثلا با برنامه‌های رول جنریتور میخواید کار بکنید اونجا یهو میاد یه کلاستر رول میزنی اضافه میکنی بعد میبینی 4 روز دیگه مثلا کل دیتا رفته تو هوا، نمیدونم اطلاعات مردم رفته تو هوا. در همین این کلاستر روله یکی از اون چیزهایی که خیلی باید بهش دقت بکنید. حالا ما رول ساختیم، الان رولامون فرض کنید اوکی شد، اینم مانیفستای نمونه ساختیم، میریم حالا میخوایم بایندش بکنیم به سمت اون یوزری که قراره به این روله اساین بشه. این میشه اگزمپل حالا بایند کردنه که دوباره سمت تپی رول بایندینگه، یعنی عملا فرد رو وصل میکنه به اون رول نیم اسپیس و سمت راستی کلاستر رول بایندینگ دیگه نیم اسپیس درش معنایی نداره. دوباره اینجا که نگاه بکنید حالا میگه اون بالا چی داشتم؟ ریسورس ها و آپریشن هام رو داشتم توی اون مثال قبلی، یعنی عملا ریسورس ها و اون وب ها رو داشتم. این پایین سابجکت هام رو به اضافه اون رول رو دارن که من میتونم سابجکت های مختلفی داشته باشم. مثلا توی سمت چپ که نگاه بکنید کایندم رو گذاشتم یوزر و این یوزر رو داره مشخص میکنه. وقتی میگه یوزر یعنی یک یوزر نهایی عملا که شما براش با یک مکانیزم اتنتیکیشن، اینجا الان صحبتمون اتوریزیشنشه فعلا علل حساب، حالا میرسیم جلوتر بقیه‌اش هم، چون تو خود کوبرنتیز این داره مدیریت میشه. شما اتنتیکیشن رو با کوبرنتیز انجام نمیدید الا با یه چیز، اونم سرویس اکانت. حالا جلوتر و عملا اینجا کایندش رو گذاشته یوزر، یعنی میگه آقا اگر یه یوزری کانکت شد به سیستم، حالا اسم یوزر چی بود؟ جین بود و اتنتیکیت هم شده به سیستم. جین این رول پاد ریدر رو داره و جین فقط و فقط الان این رول رو میگیره. حالا اگر رول دیگه بهش نداده باشم علل حساب این رول رو گرفت. دوباره تو سمت راست که نگاه بکنید اومده چیکار کرده؟ گفته گروه کاربری منیجر و این گروه کاربری منیجر میتونه اون رول چی رو بگیره؟ سیکرت ریدر رو بگیره. پس هر کسی، هر کاربری اون گروه کاربری شد منیجر، عملا میتونه تمامی سیکرت ها رو بگیره که اینم بسیار حساسه. حالا میریم جلوتر، ما تا اینجا الان داستانمون با اتوریزیشن آربک کوبرنتیز تمام و عملا
دیگه چیزی نداریم که بخوایم بگیم. گفتیم که یا یوزر یا گروپ یا سرویس اکانت. حالا اینی که کاربر اتوریزیشنش اتفاق میفته تو کوبرنتیس تمام شد. میریم سراغ اینه که چه شکلی میتونیم اتنتیکیت بکنیم با کوبرنتیس. متداول اینه که شما از سرتیفیکیت استفاده میکنید. یعنی در دنیای کوبرنتیز وقتی که میاید کانکشنتون رو درست میکنید، متداول اینه که با سرتیفیکیت X509 اتفاق میفته. و چه شکلی داره انجام میشه این اتفاق؟ شما کوبرنتیزتون یک سرتیفیکیت اصلی داره، یعنی یک سرتیفیکیت اتوریتی داره. وقتی نصبش میکنید یک فایل CA داره که این فایل CA یه دونه کلید داره و یه دونه هم حالا خود سرتیفیکیت هست، یعنی پابلیک کی داره و پرایوت کی داره که اون پابلیک کی دست همه است و همه میتونن به اون پابلیک کی دسترسی پیدا بکنن. و برای اتصال به API سرور شما به صورت امن به اون نیاز دارن. یعنی اگر بخواد از سیستم من به کلاستر کوبرنتیزم یه دیتایی بفرستم، خب این سرتیفیکیت نیازه، من پابلیک کی رو نیاز دارم چون میتونم با پابلیک کی دیتا رو انکریپت کنم بفرستمش برای API سرور. API سرور هم اون ور کلید خصوصیشو داره بازش میکنه و خب به خوبی و خوشی همه چی امن اتفاق میفته. کار بعدی که شما با این کلید دارید انجام میدید مدیریت کاربرانه. و چه اتفاقی میفته؟ یه تصویر بریم جلوتر که من شکل ظاهری این فرایند رو یه کوچولو بریم جلوتر. نمیدونم تو کدوم اسلایدش قرار داده بودم. بریم ببینم، شاید هم یادم رفته باشه. نه نیستش. اشکال نداره. اینجا اتفاقی که میفته چیه؟ فرض کنید یه کاربر الان میخواد به کوبرنتیز من متصل بشه. آقا من ادمین کلاستر، یه نفر تازه امروز میاد داخل شرکت ما میخواد مشغول به کار بشه و میخوایم یه دسترسی به کوبرنتیز بهش بدیم که تازه اتنتیکیت بکنه، اتوریزیشنش که بالا گفتن. حالا میام بهش میگم چیکار کن؟ میگم فلانی تو میری یه دونه CSR درست میکنی. یعنی چی درست میکنی؟ سرتیفیکیت عملاً ساین ریکوست درست میکنی. وقتی اون CSRش رو میخواد درست بکنه، خب به ابتدای کار مجبوره که یه دونه کلید خصوصی هم برای خودش درست کنه. یعنی اول کلید خصوصی رو درست میکنه، بعد میاد سرتیفیکیت ساین ریکوست یا فایل CSRش رو درست میکنه. تو اون فایل CSR من بهش اطلاعات لازم رو میدم. میگم کامان نیم CSR رو مثلا میذاری اسمت، فرض بکنید جین، و گروه کاربریت رو که در سرتیفیکیت میشه ارگانیزیشن میذاریم مثلا منیجر. پس اینجا ما تو اون سرتیفیکیتی که داریم درست میکنیم کامان نیمه میشه نقش یوزر و ارگانیزیشن میشه نقش گروه کاربریه. میگم CSR تو درست کن بفرستش برای من، میفرستتش برای من فایل CSRش رو، اون کلید خصوصیش هم که پهلو خودشه. من این CSR رو با اون سرتیفیکیت اتوریتی کوبرنتیز هم امضا براش میکنم و براش سرتیفیکیت صادر میکنم و یه فایل CRT براش درست میکنم. فایل CRT رو براش ارسال میکنم، میگم آقا اینم فایل CRT. حالا اون چی داره؟ چیزی که براش مهمه یه دونه کی داره که خودش داشت، فقط یه دونه فایل CRT داره که سرتیفیکیت امضا شده توسط من. اون رو به عنوان اطلاعات کاربریش ارسال میکنه. حالا از اینجا به بعد که این اطلاعات ارسال میشه به سمت سرور کوبرنتیز من و API سرور این رو میبینه، میگه آقا کی اینو داره میفرسته؟ میگه این دیتایی که داره میاد سمت تو توسط این شخص با این سرتیفیکیت امضا شده. اولین کاری که من انجام میدم تو سرور، یعنی API سرور داره انجام میده چیه؟ میبینه اون فایل و عملا دیتایی که داره اتنتیکیت میکنه با اون CA امضا شده بوده یا نشده بوده. اگر امضا شده دیگه کار حله، یعنی این کاربر اتنتیکیت شد سیستم من. و چه شکلی شناساییش میکنه که کی هست و کدوم گروه کاربری بود؟ خب از طریق همون کامان نیمش و عملا اون ارگانیزیشنش که داخل سرتیفیکیت نوشته شده. و بعد دیگه میره سراغ حالا اون سیستم آربک. اون آربک میگه آقا الان یوزر جین مثلا پاد ریدر رو داره، گروه منیجر هم مثلا سکرت ریدر رو داره و در نهایت ارتباطش برقرار میشه. پس این یکی از روش‌های متداول که شما توی تقریبا 90% مواقع دارید از یه همچین سیستمی استفاده میکنید. میریم سراغ گزینه بعدی. پس این شد یه روش اتنتیکیت کردن داخل کوبرنتیز. شاید یه کوچولو سخت به نظر میاد، به خاطر
فقط کانسپت اتنتیکیشن نداره، شما کانسپت های عملا سرتیفیکیت و دنیای سرتیفیکیت هم باهاش درگیر هستی. یعنی باید بدونی سرتیفیکیت اتوریتی چیه، چه جوری ساخته میشه، چه جوری مدیریت میشه. سرتیفیکیت ساینینگ ریکوست رو بدونی دیگه، بدونی که اون پابلیک کیه چی کار میکنه، پرایوت کیه چی کار میکنه و اینا رو باید بدونی. به انضمام اینه که بدونی اینا اون کلید واژه‌های خاصش، یعنی اون عملاً میتونیم بگیم که اون فیلدایی که داخل سرتیفیکیت قرار میگیرن، کامان نیم و ارگانیزیشن و نمیدونم حالا آدرس ایمیل و اینا، چه معنایی در دنیای کوبرنتیس پیدا میکنه. چون سرتیفیکیت عموما شما رو سایت میبینید دیگه که کامان نیم شده آدرس مثلا اون سایت، مثلا دومین اون سایت شده و اون ارگانیزیشن هم شده اسم اون شرکته. ولی در دنیای کوبرنتیس اومده از اون استفاده کرده، گفته کامان نیمه مثلا یوزر ارگانیزیشن گروه کاربریشه، حالا بقیه‌اش هم امکانات دیگه‌ای که با کامپوننت‌های دیگه کوبرنتیس سر و کار داره. مثلا شما وقتی کیوسک رو نصب می‌کنید، کیوسک به بقیه فیلداش هم کار داره. ببین آقا اون ایمیل مثلا چی بوده، آدرسش چی بوده، نمیدونم حالا اون آدرس مثلا میتونه فیلدش و جنسش رو تغییر بده به یه چیز دیگه، یه محتوای دیگه‌ای رو بخونه ازش و حالا چیزهای مختلف دیگه که اینا حالا کامپوننت های متفاوتی میتونن با کار بکنن. گزینه بعدی توکن بیسیه، یعنی عملا شما با JWT یا جیسون وب توکن میتونید به کوبرنتیس وصل بشید و کارتون رو انجام بدید. به چه شیوه این اتفاق میفته؟ عملا یه اسلاید جلوتر اینجا همین چیز. JWT رو وقتی نگاه میکنید، JWT ها از 3 بخش تشکیل شدن. یه بخششون اون هدر خود توکن JWT، یعنی داخل میگه یه نکته چیه، نوع مثلا انکودینگش چیه و حالا چیزای مختلف. یه پیلود داره، یه دونم سیگنچر داره. این 3 بخش داره. این 20 دقیقه تموم شده اگر میشه که. آره زید جان، یه ذره تایمم بتونی جمعش بکنی سریعتر ممنون میشه. باشه حتما خدمتتون که پس عرض شود اینم مال JWT شه. یعنی شما میتونید برای کاربر JWT توکن ارسال بکنید. تو JWT توکن رو که نگاه بکنید میبینید اطلاعات کاربریش نوشته شده که آقا این سابجکتش فلانیه و نمیدونم اسمش هم فلانیه و حالا اون اطلاعات لازمی که داره و بعد اینو میفرستید دوباره به کوبرنتیس. کوبرنتیس این رو اتنتیکیت میکنه با سیستم که حالا اون سیستم پشتش میتونه چیزای متفاوتی باشه و در نهایت برای شما اون اتصال رو برقرار کنه. یا حالا یکی از روش‌های متداول که شما با این سیستم‌های دیگه میاد کوبرنتیزتون رو عملا اینتگریتش میکنید. یعنی مثلا آلتو یا مثلا فرض بکنید گیت هاب و نمیدونم گوگل و نمیدونم آژور و نمیدونم AWS و اینجور چیزا که اونا به شما عملا سیستم اتنتیکیشن از سرویس ارائه میکنن. بعد شما میاد اون اتنتیکیشن از سرویس رو متصل میکنید به کوبرنتیس. بعد کاربره که میاد متصل بشه به کوبرنتیس شما اطلاعات کاربریش رو میفرسته برای کوبرنتیس. کوبرنتیس درخواست رو میفرسته برای اون اتنتیکیشن از سرویسه، میگه این رو تو شناسایی میکنی، میتونه لوگین بکنه، اونم بهش اوکی میده. بعد که اوکی رو داد و اتنتیکیت شد دوباره میره سراغ اون سیستم و مکانیزم حالا اتوریزیشنی که در بالاتر توضیح دادیم و حالا چند روش دیگه که اینا حالا متداولاش بود که مورد استفاده قرار میگیره دیگه. صحبت دیگه هم که نیست. و نکنه زید جان، مرسی خیلی عالی. من فقط اینجا رو دست درد نکنه سعید. احمد علی اگه اوکی هستی دیگه خدمت شما. خیلی هم عالی، خیلی خوب کامل توضیح داد سعید. بعد ما بریم در مورد سیکرت منیجر صحبت کنیم. در سیکرت منیجر که نمیشه حالا بهش بگی دیگه، در کل سولوشنیه با نام والت، هشیکورپ والت، که چرا اصلا استفادهش کردیم و چرا تاکید میکنیم که جز نیازمندی‌های اصلیه که برای ترافورم برای کوبرنتیز استفاده میشه. ببینید توی چند تا وبینار قبلی من در مورد هشیکورپ که صحبت کردم، کلا گفتم هشیکورپ یه معماری بحثی که داره کلا نگاه میکنه با توجه به سولوشن هایی که وجود داره و مشکلاتی که وجود داره،
میاد ابزارها و تولز های مبتنی بر دیوآپس رو پابلیش میکنه. و چرا بهش میگم تولز های دیوآپس؟ چون به تمام ابزارهاش رو میشه 100% اتوماسیون کانفیگ بکنی و تمامش به صورت کانفیگ بیاد بالا، به صورت از کد کانفیگ بشه. یکی از ایراداتی که ما داشتیم قبلا روی کوبرنتیز بحث هندل کردن سکیوریتی یا سیکرت منیجر بود و اینکه نگران بودیم همیشه مسئله سکرت هامون توی کوبرنتیز چی میشه. ما قبلا چی کار میکردیم؟ الان هم خیلی از بچه ها توی کوبرنتیزشون همین کارو میکنن. قبلا میومدیم آقا یه سکرت تعریف میکردیم یا حالا کانفیگ مپ تعریف میکردیم، بستگی داره، بسته به خودتون داره، سولوشن آف متفاوته. تمام وریبل ها رو، حالا وریبل ها یوزر پسورد دیتابیس میشد، نمیدونم، و همه چیزها و یوزر پسورد های، حالا اگر بقیه سرویس هاتون هم یوزر پسوردی بودن، همه رو توی یه دونه کانفیگ مپ یا سکرت تعریف میکردیم و از طریق اپلیکیشن اینا رو کالشون میکردیم و میگفتیم آقا مثلا برو تو اون نیم اسپیس این کانفیگ مپ یا این سکرت رو بخون. اما چه مشکلی داشت؟ این بود که تمام کسایی که دسترسی داشتن به کوبرنتیز میتونستن اون سکرت رو ببینن و تمام المان های داخلش رو ببینن و یعنی میتونستن یوزر پسورد دیتابیس رو نگاه کنن و بقیه چیزها که در اصل بهشون سنسیتیو دیتا میگفتیم، این دیتاهای حساس بودن که هر کسی که به کوبرنتیز دسترسی داره نباید اونا رو بتونه ببینه. خب هشیکورپ اومد یه سولوشنی پابلیش کرد به نام والت که برای اینکه این مشکل رو بتونه حل بکنه و تا حدودی هم خیلی خوب تونست این رو حل بکنه و الان هم خیلی جزء سولوشن هاییه که به شدت روی کوبرنتیز ما توصیه میکنیم به عنوان سکرت منیجر استفادهش بکنیم. ببینید مسئله والت جالبیش اینه که کاملا میتونید تمام پالیسی، رول ها و تمام کانفیگ های داخلش رو از کد بالا بیارید. هم میتونید با ترافورم بزنیدش، هم میتونید با انسیبل بزنیدش، هم میتونید با پاپت بزنیدش، چون من با همه اینا زدم دارم میگم، و میتونید تمام کانفیگ های داخلش رو انجام بدید. من یه سری چیز هست، یک سری لینک آماده کردم اینجا میفرستم و تک تک توضیح میدم بهتون. یه میتینگ فرستادم. ببینید تو فاز اول ما چیزی که اینجا داریم، من دسکتاپم رو شیر کنم. آره شیر کن که راحت تر باشه. الان میبینید؟ آره اوکی. الان والت اینتگریشن درست. ببینید یه چیزی که هست، ببین تمام لینک ها مربوط به خود والته و چون داکیومنتیشن هشیکورپ خیلی کلیره و به راحتی میتونید استفادهش بکنید و پیاده سازیش بکنید. تو فاز اول خود مسئله والت و آرکیتکچریه که داره. ببینید تو این صفحه چیزی که به شما میگه مسئله سایزینگ هاردور خود والته. بسته به کانفیگ هایی که دارید باید نگاه بکنید که حالا اسمال میخواید، لارج میخواید و نوع سایزی که حالا برای اینستنسش میخواید انتخاب بکنید خیلی مهمه، چون زمانی که والت رو کانفیگ میکنید تعداد ریکوست هایی که به والت میاد خیلی زیاده و برای همین باید حتما اینفراستراکچری که بهش در نظر میگیرید اینفراستراکچر خوب و قابل قبولی باشه. البته بسته به ریکوست هایی که شما دارید و تعداد ریکوست هایی که میخواید بزنید. ببین مثلا من الان تو این اینفراستراکچری که دارم حدود 12 میلیون ریکوست تو ماه که یک مقداری بالاست، یعنی تعداد ریکوست بالاییه. چرا؟ چون همه اپلیکیشن های من، همه ریکوست های من، یوزر های من، همه چیزشون اتنتیکیشنشون از طریق والت رد و بدل میشه. پس برای همین تعداد بالایی از ریکوست رو ما از طریق والت داریم هندل میکنیم.
پس اینو باید دقت بکنید که حتما اگر تو فاز اینفراستراکچر، تو فاز کلاسترینگ میخواید استفادهش بکنید، خیلی این نکته مهمه که مثلا اینجا اومده مسئله مولتیزون رو در نظر گرفته که حالا شما به عنوان آن پرمیسس خیلی این مسئله براتون مطرح نیست، اما مسئله این که براتون خیلی باید مهم باشه مسئله لود بالانسره که بتونید هندلش بکنید، که ما باز دوباره توی مسئله کلود این رو با خیلی نگاه نمی کنیم بهش، چون باز هم پشت لود بالانسر انجام میشه که نوع لود بالانسر رو گفته که چجوری گفته که و اینکه تمام کانفیگ ها رو داخل اینجا براتون توضیح داده که مثلا کامل کانفیگ رو گفته که اگر لیر 4 میخواید کانفیگ کنید، لیر 7 میخواید کانفیگ کنید که لیر 4 AWS NLP، لیر 7ش ALP. لینک بعدی که وجود داره مسئله مولتی کلاستر آرکیتکچر والت، که تو اینجا یه نکته رو باید شما دقت بکنید. ببینید والت برای اینکه بکندش بخواد کار بکنه توی مولتی کلاستر نیاز به یک استوریج داره. خب برای اینکه بتونه شیر استفاده بکنه استوریج رو، خود پیشنهادی که خود هشیکورپ میده، هشیکورپ خود برای والتش میگه از کانسول استفاده کنید، که کانسول رو بیشتر بچه‌ها با نام سرویس مش میشناسن، یعنی نتورک دیسکاوری میشناسنش، اما توی اینجا میتونه به عنوان از استوریج استفاده بشه، یعنی استوریج بکند والت پیاده بشه که انواع اقسام داره. حالا من توضیح میدم یه چیزی که داره روش. ببینید ما الان توی این مسئله استوریج بکند ما دو مدل سولوشن داریم که من برم جلوتر دو مدل سولوشنش رو بهتون توضیح میدم که چیا هستن و چه مشکلاتی الان ما داریم و حالا میخوایم مایگریت بکنیم و برای چه مشکلاتی این قضیه رو برطرفش بکنیم. ببینید مبحث خود والت خب کلا برای 3 دسته پیاده میشه. خب یه دسته مسئله سیکرت منیجمنت، خب که آقا ما تو سیکرت منیجمنت ما همیشه این مشکل رو داشتیم که یه مکانی باشه که همه سیکرت هامون رو اونجا نگه داریم و بدون اینکه کسی دسترسی داشته باشه بتونیم اونجا نگه داریم. حالا اگر نیازه که بخونیمش به صورت از طریق یو آی بخونیمش، اگه نیاز از طریق ای پی آی بخونیمش از طریق ای پی آی بخونیمش و هر کانفیگی که میخواید، که تماما اینجا بهتون توضیح میده که کلا ما برای چی این سیکرت منیجر رو نیاز داریم. مثلا آقا فرضاً ما اینجا برای چی استفادهش میکنیم؟ یکی از چیزاش اینه که مثلا پن فایل های خود EC2 رو ما اینجا میریزیم برای اینکه گم نشن و مثلا شیر باشه بین همه بچه‌ها، توی والت میریزیم که بتونیم استفادهش بکنیم. ببین مثلا اینجا اگر نگاه بکنید شما باید تو والت کانفیگ یه دونه استوریج کانفیگ داشته باشید که اینجا براش خودش کانفیگی که گذاشته برای کانسول رو گذاشته. یه مسئله دیگه که وجود داره مسئله دیتا انکریپشنه، خب که ما کلاً از والت استفاده میکنیم که کل دیتایی که بین نتورکمون جابجا میشه چه داخل کوبرنتیز چه خارج کوبرنتیز رو بتونیم انکریپت بکنیم، که یکی از بهترین سولوشن هاییه که میتونیم از طریق والت پیادهش بکنیم و این انواع اقسام سولوشن داره و از طریق API ها میتونی کلاً کالش بکنی و استفادهش بکنی. یه چیز دیگه ای که ما خیلی تاکید میکنیم روش مسئله آیدنتیتی بیس اکسس اصطلاحاً بهش میگن، که ما از اینجا میتونیم چیزهای مختلف دیگه ای تعریف کنیم. مثلا بیایم یوزر گروپ هایی که تعریف میکنیم همین یوزر گروپ ها رو کامل از اللپ بخونیم و بیایم بگیم آقا حالا تمام کاتگوری که توی اون اللپ هست رو بخونیم و اینجا پیادهش کنیم. بگیم آقا این یوزرها با این کاتگوری با این سطح از پالیسی با این سطح از رول بتونن به هر قسمتی از نتورک یا به هر قسمتی از زیرساخت که والت بهشون دسترسی میده رو بتونن ببینن، پیاده کنن یا دسترسی‌های مختلف داشته باشن. این 3 تا دسترسی‌ها خیلی دسترسی‌های مهمیه که 3 تا قسمتی که تو والت هست مهمترین قسمت‌هایی که ما برای والت استفاده می‌کنیم. یه قسمت دیگه اینجا من
میخواستم توضیح بدم این بود. ببینید یه نکته‌ای که خیلی برای به عنوان والت کلاستر اگه میخواید استفاده بکنید باید دقت بکنید. مسئله استوریج خیلی مهمه. ببینید سولوشنی که خود هشیکور پیشنهاد میده، میگه آقا استوریج کلاسی که میخواید استفاده کنید کانسول بزنید که من شیر میتونم استفادهش بکنم و خیلی هم راحت و با سرعت خیلی بالا میتونم جواب ریکوستاتون رو بدم. ما الان یه چالنجی داشتیم که تقریبا 2 هفته پیش هم با یه تیم توی هشیکورپ هم جلسه داشتیم. بحث سر همین بود که اونا میگفتن انقدر تعداد ریکوست رو ما میتونیم جواب بدیم و الان هم دارن جواب میدن روی اینفراستراکچری که ما داریم. اما بچه‌ها این مشکلی که داشتن، اینا میگفتن اگر ریکوست ها تایپ های مختلفی داشته باشه، مثلا از کوبرنتیز بیاد، از مثلا از فرضاً دیتابیس بیاد، از نمیدونم بقیه چیزها بیاد، کانسول میگفتن جواب نمیده. ما هنوز نرفتیم زیر بارش که تستش بکنیم این قضیه رو، یعنی هنوزم خودم نمیدونم که کانسول جواب. الان بحثمون کانسوله و اینفراستراکچرمون رو کانسوله، اما در آینده برای اینکه اینفراستراکچرمون قوی تر بشه بچه‌ها به این تصمیم رسیدن که ببنیم روی مایسکیول، یعنی بک اند رو بذاریم مایسکیول. معتقدن که مایسکیول بهتر میتونه بک اند والت رو هندل بکنه تا کانسول. حالا این هنوز فعلا تو فاز تست و بررسیه، ببینیم که این اتفاق میفته یا نه. و طبق چیزی هم که من از بچهای خود هشیکور پرسیدم، اونا هم این رو نفی یا تایید نکردن که بگیم که آقا مثلا 100% مایسکیول بهتره از بک اند تا کانسول. حالا باید بره تست بشه تا ببینیم چه فیچرهایی میتونه بهمون بده. ما به این دلیل داریم میریم سراغ مایسکیول که معتقدیم که مایسکیول مولتی کلاستر، مولتی ریکوست ها با تایپ های مختلف رو بهتر از کانسول میتونه بهمون جواب بده. شما میتونید انواع اقسام بک اند ها استفاده کنید، کاساندرا میتونید، اوراکل میتونید، مانگو دی بی هست، AWS و پوسکرو، اسکیول سرور که میتونید تمامش رو از بک اند استفاده بکنید. یه فیچری که والت میده بهتون به نظر من خیلی جالبه، بحث یوسیج متریکه. خب که شما البته یو آیش از ورژن 1.6 به بالا عوض شده یه ذره. من ورژن پایینتر از 1.6 که میتونید کلا کانفیگ بزنید و متریک رو نگاه کنید که از این قسمت متریکش کلا بهتون میگه که آقا اکتیو کلاینتاتون چقدره و یونیک ایدنتیتی که دارید و حالا اکتیو دارید توکن هایی که هستش. کلا اطلاعات خود والت و پروسس هایی که نشون میده به خود والت داره انجام میده رو به عنوان متریک میتونه توی یوسیج و صفحه‌ای که از طریق یو آیش هست هم کالش بکنید، هم اطلاعاتش رو از طریق ای پی آی بازم جای دیگه بتونید بخونید که کامل اینجا همه رو بهتون توضیح میده که چجوری دیتا رو بگیرید و چجوری اگر میخواید پروسسش بکنید دیتای قسمت رو نگاه کنید. ببینید یه نکته ای که والت خیلی به نظر من بازم جالبش میکنه، مسئله اینه که والت نیم اسپیس داره و مثل کوبرنتیز میشه باهاش رفتار کرد، چون دقیقاً مفهومی که نیم اسپیس توی والت داره دقیقاً مثل نیم اسپیس توی کوبرنتیزه. چه مزیتی میتونه بهتون بده؟ ببینید ما کلا همیشه توی اینفراستراکچرها پیشنهاد میکنیم که تمام اینفراستراکچرها مولتی انوایرمنت تمام کانفیگاشون جدا باشه، حتی اینفراستراکچرش جداست، کانفیگاشون جداست، سرویس هایی هم که براشون میاریم بالا جداست. خب اما برای والت شما میتونید یه کار دیگه ای بکنید، یه دونه مولتی کلاستر بیارید بالا. حالا طبق استانداردی که خود هشیکورپ میگه فکر کنم تا اونجایی که یادم بود 3 تا میگه مثلا والت بیارید، 5 تا کانسول بیارید که بکندش اینجوری بود تا اونجایی که یادمه، دقیق حالا یادم نیستش. بعد طبق حرفی که خود هشیکورپ میزنه میگه میتونید توی مولتی انوایرمنت از نیم اسپیس باشون کار بکنید. مثلا شما اگر
مولتی انوایرمنت دارید، 5 تا انوایرمنت هست، بیایید به ازای هر انوایرمنتتون بیاید یه نیم اسپیس تعریف کنید که تمام اطلاعات اون نیم اسپیس کامپلیتلی جداست و کاملا باید اگر میخواید دیتای اون API رو توی نیم اسپیس بخونید حتما باید با نیم اسپیس کالش کنید. دقیقاً با همون مفهومی که نیم اسپیس توی کوبرنتیز داره با همون مفهوم توی والت پیاده میشه که میشه استفادهش کرد. اما ما کلا خیلی پیشنهاد میدونیم که حتما اگر قرار این کارو بکنید، یعنی نیم اسپیسی استفادهش بکنید والتو، برای پروداکشنتون جدا باشه. یعنی هیچ وقت نیاید پروداکشنتون رو با مولتی انوایرمنتتون روی کلاستر قرار بدید، حتی با نیم اسپیس های جدا. میارزه که لاو انوایرمنتتون یه دونه والت باشه با نیم اسپیس جدا و پروداکشنتون یه دونه والت جدا باشه کلا، که اگر میخواید قرار تستی انجام بشه، کاری انجام بشه، آسیبی به کلاستر پروداکشنتون نخوره. یه گزینه دیگه که ما تو والت داریم مسئله اتنتیکیشن متدایی که وجود داره. ببینید مثلا شما اگر بخواید فرضاً برای همه چیزا کلاسترها بخواید کانفیگش بکنید، برای همه اینفراستراکچرها بخواید کانفیگش بکنید، انواع اقسام اتنتیکیشن وجود داره براش که به اصطلاحش میگه اتنتیکیشن متد، که باید نگاه بکنید با توجه به اینفراستراکچری که دارید کدومشون متناسب با اینفراستراکچر شما میتونه سینک بشه و پیاده بشه. انواع اقسام داره دیگه، میتونید از توکن استفاده بکنید، آژور اکتیو دایرکتوری میتونید استفاده بکنید و بقیه چیزهایی که وجود داره. ببینید یه نکته دیگه که برای والت باید دقت بکنید مسئله سیل و آنسیله. خب به این زمانی که والت رو شما نصب میکنید دیتا رو اینکریپت میکنه و اصطلاحاً بهش میگه دیتا رو سیل میکنه. خب و اگر میخواید که دیتا رو از طریق API یا جاهای دیگه نگاهش بکنید، حتی از طریق یو هم میخواید نگاهش بکنید، باید دیتا آنسیل بشه تا بتونید ببینیدش. خب این سولوشنی که وجود داره اصطلاحاً بهش میگه سیل و آنسیل. خب که یعنی این دیتای اینکریپت شده رو شما بتونید دیکریپت بکنید، بتونید ببینیدش. خب یه سولوشنی که هشیکورپ استفاده کرده برای سیل و آنسیل کردن خود دیتای توی والت مسئله شمیره، یعنی سولوشن شمیر شرکی رو استفاده کرده که این چی میگه؟ میگه این به جای اینکه بیاد یه دونه کی بذاره و حالا با اون یکی هم بیاد کل دیتا رو دیکریپت بکنه یا اینکریپت بکنه، میاد کی رو میشکونه. به ازای فکر کنم الان توی هشیکورپ تو خود والت فکر کنم 5 تا کی بهت میده که شما میتونید با اون کیا بیاید چیز بکنید، دیتا رو اینکریپتش بکنید و اینکریپت میکنه، میتونید دیتا رو دیکریپت بکنید باش. البته من اجازه بدم 5 تا کی دارید، با 3 تاش میتونید آنسیل بکنید. آره با 3 تاش دقیقاً این سولوشن شمیر سرچ شیرینگ دیگه، که توی چیزش هم اگر نگاه بکنید توی سولوشن خود شمیر سیکرت شیرینگ هم نگاه بکنید، مثلا عکس گذاشته میگه بابا بین 5 نفر باشه کیا حداقل باید 3 نفرش باشه که بتونین دیتا رو دیکریپتش بکنید. بعد چون قبلا من یادم استفاده که میکردم والت یه سولوشنی با نام چیز نداشت، یعنی حتما باید این سیل و آنسیل دستی انجام میشد. جدیدن که حالا تو ورژن های جدیدش یه سولوشنی اضافه کردش با نام اوتو آنسیل که شما میتونید یعنی اتوماتیک این کار انجام بدید. چه مزیتی بهتون میده؟ اینکه شما میتونید از طریق تمام کانفیگ، یعنی از طریق حالا چه با کانفیگ منیجمنت میزنید چه با ترافورم میزنید، این کار رو انجام بدید، دیتا رو اون کیا رو بخونید که بتونید اطلاعات اینکریپت شده دوباره توی والت وارد کنید، یعنی اصطلاحاً اتنتیکیت بکنید توی والت.
که این سولوشن آنسیل اوتو آنسیل رو استفاده کرده که ما الان در حال حاضر برای یعنی کیامون توی KMS و از طریق اون میتونیم اتنتیکیت بکنیم و وارد والت بشیم و دیتا ها رو حالا آپدیت یا دیلیت یا سطح دسترسی ها رو بخونیم یا اگر چنجی میخوایم داشته باشیم. چیزی که برای شما به درد میخوره و میتونید استفادهش بکنید مسئله اینه، مسئله هشیکورپ اوتو آنسیل روی آن پرمیسس سرویس آن پرمیسس سروره که اینجا سولوشنش رو کاملا داده که اگرم دقت بکنید سولوشن استوریجش رو بازم کانسول بهتون داده که شما حتما بکندتون کانسول بشه که با این اسکریپتی که هستش اول آنسیل میکنه، بعد مثلا ران میکنه، دسترسی میده و بقیه کارهایی که میخواید رو روی والت میتونید انجامش بدید. خب من یه دونم اینجا یه چیز دیگه هم بود. یه نکته دیگه که الان هست من بگم، ببینید ما داریم از کلود استفاده میکنیم، همیشه یه مکانی هست که میتونیم بازم دیتا هامون رو نگه داریم توی خود کلود ها. خب این برای شما تو فاز آن پرمیسز یه ذره سخته. من نمیدونم حالا چه سولوشنی وجود داره که بخواید این کار رو انجام بدید. سولوشنی که برای خود هشیکورپ هست اصلا سیکرت انجینه، خب که میتونید از خود سیکرت انجین به عنوان یک آن پرمیسز استفاده کنید، کیا رو اون تو نگه دارید که برای اوتو آنسیل دوباره از این سولوشن هم میتونید استفادهش بکنید و بخونیدش. در آخر یه دونه مسئله اپریشن هست، اپریشنال فاندامنتاله. توی این صفحه سولوشن های مختلفی از پیاده سازی والت رو بهتون توضیح میده. خب ببینید مثلا یه دونه گزینه‌ای که وجود داره اینه HA با کنسوله که آقا طبق مثلا چیزی که داره میگه آقا مثلا 3 تا فرضاً والت داشته باشید، 5 تا کانسول داشته باشید که حالا مدل‌های مختلف میتونید شما بسته به نیازمندیتون پیاده بکنید. حالا ما بسته به مدل‌های مختلف داره، ما کلا اینجوری نیستش، ما پیاده سازیمون روی اینفراستراکچرمون همون 3 تاست، یعنی 3 تا والت داریم، کلا هم 3 تا کانسول داریم برای هر کدومشون. میگم مدل‌های مختلف میشه پیاده سازی کرد و اگر بخواید بکندتون رو یعنی استوریج والتتون رو خود کنسول بذارید. خیلی‌ها میگم دیتابیس رو که دارن خیلی دنبال دردسرش نمیگردن، میرن دیتابیس حالا مایسکیل دارن، پوستگره دارن، به همون میدن که بکندش رو بذارن اون نگه داره. میگن خب مطمئن تره تا بدن به کانسول. میگم این صفحه خیلی جالبیه که انواع اقسام سولوشن ها رو بهتون نشون میده که مثلا یه گزینه‌اش اینه که خود والت رو 100% رو با ترافورم کانفیگ کرده اینجا که کلا توی ریپوش هم گذاشته و نوع کد رو گفته، کلا گفته حالا آتش اینه، مینش اینه، پالیسی ها رو میتونید یه جور تعریف کنید، ادمین پالیسی بدید، کلاینت پالیسی بدید، دوباره policies.tf که سطح دسترسی ها رو میگه، دوباره سیکرت هست که تک تک این فایلاشون هم اینجا تعریف کرده و میتونید ببینید که حالا این پسوند هشیکورپ این یه فضای کلی بود از والت که من تمام لینک هایی که پیدا کرده بودم و گفتم. لینک هم اینجا گذاشتیم ولی احتمالاً آخر ویدیو هم اگر آپلود کردیم اینا رو همه رو بزنیم دیگه. توی ویدیو البته ضبط میشه، همش هست دیگه، توی آره دیگه هست، ویدیو هست دیگه، از خود سایت هم هست دیگه، حالا مگر اینکه توی چیز آینده آپدیتش بکنه. این فقط کلی از والت بودش. دست درد نکن. دمت گرم احمد علی. یه چیزی فقط می‌خواستم اضافه بکنم، اگه من اسکرینمو شیر بکنم. یه پی دی افی من آماده کرده بودم واسه همین شرکتی که تازه اومدم توش. به نظرم اینجا میتونم اینو یه توضیح کوچولو بدم. همونجوری که احمد علی گفتش، والت یه جایگزینی میتونه باشه برای سیکرت هایی که شما رو کوبرنتیز دارید. یعنی به جای اینکه از کوبرنتیز سیکرت استفاده بکنید یا کانفیگ مپ استفاده بکنید، بیاید از والت استفاده بکنید
برای داشتن اون سیکرت، حالا سیکرت یوزر پسورد دیتابیس یا توکن میتونه باشه یا هر چیز دیگه که واسهتون مهمه. خب حالا ولت چجوری میتونه که این سیکرت هایی که شما دارید رو به اپلیکیشن شما برسونه؟ یعنی اپلیکیشن چجوری میتونه این دیتا رو داشته باشه، این سیکرت رو؟ دو تا مدل داره. این شماره یکش یه ذره قدیمی تره، من باش تو شرکت قبلی باش کار کردم. این اینجوری کار میکنه که شما وقتی پادتون رو تعریف میکنید، حالا تو اون منیفست دیپلویمنتتون پاد رو تعریف میکنید، دو تا اینیت کانتینر یا اینیشیال کانتینر واسه اون پادتون تعریف میکنید. اولیش ولت اتنتیکیتر که با استفاده از این سرویس اکانتی که اون پادو میاره بالا، این سرویس اکانت توی ولت تعریف شده و بهش یه سری دسترسی‌ها داده شده. این ولت اتنتیکیتر میاد این کانکشن رو و این اتنتیکیشن رو به ولت برقرار میکنه که بعد اینیت کانتینر بعدی که به اسم کنسول تمپلیت میشناسیم، این بتونه این دیتایی که شما میخواید رو از ولت بگیره به صورت حالا کی ولیو هست یا هر سیکرت انجینی که استفاده میکنین، اینو بتونه بخونه و این یه قابلیتی که کنسول تمپلیت داره، میتونه به صورت فایل اون سیکرت رو هر تمپلیتی که به صورت فایل دوست داشته باشین براتون در بیاره. مثلا من میخوام سیکرتام به صورت جیسون باشه، یا مثلا اگه اپلیکیشن هم فرانت اند هست میخوام مثلا جاوا اسکریپت باشه یا مثلا INI فایل باشه یا هر فایلی دوست دارید به صورت تمپلیت اینجا واسش در نظر میگیرید. بعد اون فایل رو قرار میده توی یه شیرد والیومی که این شیرد والیوم با اپلیکیشن اصلیتون، با اون کانتینر اصلی اپلیکیشنتون شیر هست و اپلیکیشنتون میتونه اون فایل سیکرت رو از اینجا بخونه. این کانسول تمپلیت هم میتونه به صورت فایل سیکرت رو در اختیار اپلیکیشن قرار بده، هم به صورت environment variable. این دیگه دست خودتون هست. حالا روش جدیدتری که ولت اضافه کرده چند وقته، خیلی وقته، این هستش که شما به جای اینکه حالا اینیت کانتینر رو اینا رو تعریف بکنید، خیلی هم چیزش دنگ و فنگش زیاده، اینیت کانتینر رو درست کردن، این هستش که یه اپلیکیشنی به عنوان ولت اینجکتور روی خود کوبرنتیزتون نصب میکنید که خودش هلم چارت مشخص داره و خیلی نصبش راحته. بعد اون وقتی شما دفینیشن پادتون رو دارید می‌نویسید، از انوتیشن استفاده بکنید. این انوتیشن اون وقت به این اینجکتور میگه که آیا من میخوام از ایجنت اینجکت استفاده بکنم. اگه ترو باشه این اینجکتور چیکار میکنه؟ زمانی که پاد شما داره به وجود میاد یه سایدکار، یه کانتینر سایدکار به این پاد شما اضافه میکنه و این سایدکار که اضافه شد، حالا کار این سایدکار چیه؟ این سایدکار که ولت ایجنت هست وظیفش اینه که با این ولت شما در تماس باشه و اتنتیکیت رو انجام بده، باز از طریق این سرویس اکانتی که تعریف کردید و تو ولت قبلا کانفیگورش رو زدید، این کانکشن رو برقرار میکنه و مثلا اون سیکرتی که میخواید به صورت environment variable در اختیار اپلیکیشنتون قرار بده. مثلا تو این مثالی که من زدم، مثلا دارم سیکرت هلو وردی که توی ولت قرار دادم و میخوام که اینجا داشته باشم، این کانکشن رو انجام میده و در اختیار پاد قرار میده. حالا یه مزیتی که این ولت ایجنت داره، شما میتونید از داینامیک سیکرت هم استفاده بکنید. داینامیک سیکرت اونایی هستن که اکسپایری دارن. مثلا شما یه توکنی دارید که هر یک ساعت یه بار باید روتیت بشه، اکسپایر میشه، یه توکن جدید میاد. شما وقتی از این ولت ایجنت استفاده بکنید، این کانکشن همیشه تقریبا برقرار هست. یا وقتی که این ولت ایجنت ببینه توکن شما اکسپایر شده، دوباره این کانکشن رو برقرار میکنه و
چیز جدید رو میگیره، یعنی توکن ریجنریت شده جدید رو از ولت میگیره و در اختیار اپلیکیشنتون قرار میده. این یکی از کارهایی ولت همین داینامیک سیکرت هستش که میتونید استفاده بکنید. حالا اینو خواستم توضیح بدم و دیگه وارد بقیه جزئیاتش نمیشم که حالا یه سری کانفیگوریشن های ولت رو باید تعریف بکنید، بعد یو آی میتونید داشته باشید، چه کسی مثلا دسترسی داشته باشه به یو آی، باز میزان دسترسیش چقدر باشه، یا کلا اصلا میتونید یو آیتون رو دیزیبل بکنید، از یو آی استفاده نکنید. باز خیلی چیزای مختلف داره، مدل‌های مختلف داره که میتونید استفاده کنید. اینم خواستم توضیح بدم که دیگه اوکی باشه. دوستان اگه سوالی چیزی دارید توی چت مطرح بکنید ما بتونیم جواب بدیم، در خدمتتون هستیم. اگر نه هم که حامد جان هستی؟ نمیدونم حامد. آره هستم قربونت. گفتم اگه دستتون در نکنه بچه‌ها، خیلی عالی خیلی عالی. من یک بخشیشو گوش دادم، مجبور شدم، ولی عالی. حامد دیگه رئیس ماست دیگه، شما رئیس جلسه حامده. نه ضبط از اوکی شده، سیو، حالا سیو میکنیم و شیر میکنیم. بچه سوالی هم دارن مطرح کنن که در خدمتشون هستیم. آره دوستان اگه سوالی نیستش دیگه میتونیم جلسه رو ببینم ببندیم. چند نفر دارن تایپ میکنن، میخواید اوکی. چند دقیقه صبر کنیم. نه بچه تشکر دارم میکنن، ممنون از شما، ممنون از همه که زحمت میکشید و وقت میذارید و همراه ما هستید. دقیقا ممنون از اینکه هستید. حالا 2 ساعت ما رو گوش میدید. خودش کلی کار. منم با این مدل چیز کردن من مثلا ارائه میکنم، مثلا خیلی چیز از ذهنم میره بیرون، مثلا کلمات تو دهنم نمیچرخه، خیلی بعضم خرابه. اوکی پس دوستان اگه سوالی چیزی نیست دمتون گرم، مرسی که بودید. تا وبینار بعدی که بشه 2 هفته دیگه در همین زمان. خیلی هم عالی، دم همگی هم دستتون درد نکنه. ممنون از همگی. من اینجا استاپ میکنم و انشالله لینکش هم که تا فردا سعی میکنیم بفرستیم رو یوتیوب. آره دستتون درد نکنه.